دستگاه وال هوم پرو سری 300 بریم بررسیش کنیم. سلام علیکم، من بهزاد شیرالی هستم از گروه استایل تازه. این بار میخوایم این دستگاه وال هوم پرو 300 رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چی توی جعبه‌اش هست و یه سری اطلاعات رو بهتون بدیم در مورد این دستگاه. جعبه دستگاه خیلی شکیل کلن، از نظر جعبه واقعا خیلی باحاله، مثل یه حالت یه کیف یا چمدون طراحیش کردن، بسته‌بندیش کردن که خیلی کار باحال میکنه. یه سری اطلاعات روی جعبه نوشته، مثل اینکه چند تا شونه داره، 8 تا شونه داره این کار، تیغه‌اش خود تیز شوندن، اینکه موتور این دستگاه چقدر قویه و گرم نمیشه توی استفاده مداوم و زیاد. تعداد شونه‌هاش به دلیل طراحی آرگونومیکی که داره مطابق با خطوط دست انسان، به خاطر همین خیلی راحت توی دست قرار میگیره و باعث میشه که کمتر احساس خستگی کنید توی استفاده های طولانی مدت. عرض تیغه این دستگاه 46 میلیمتره و طول کوتاهیش 1 میلیمتره. وزنش 588 گرمه. ولتاژش هم بین 230 تا 220 ولته. 8 تا شونه اتصال به تیغه هم داره. جنس تیغه‌اش از فولاد کربن با مقاومت بالا ساخته شده که خود تیز شونده هم هست و ضد زنگه. خیلی خب، بریم با هم دیگه بازش کنیم این دستگاه رو، ببینیم که چی داخلش هست. خب بریم برای باز کردن جعبه. اول خیلی شیک و تمیز این لیبلش رو خیلی نرم و آروم برچسبش رو برمی‌داریم. برچسب پلو اساسش دستگاه رو باز میکنیم. خب این کیتشه که روش وال هک شده، جلوش و پشتش وال هک شده و یه کیف خیلی باحاله. هم جعبه هم میشه گفت کیفه یا جعبه است، پلاستیک هم هست جنسش. بازش میکنیم. خب از متعلقاتش چی داریم؟ این شونه هاش هستن که میبینید که ما البته کلمبش رو باز نمی کنیم، ولی خب 8 تا شونه داره توی پکش، تو سایزهای 3 6 10 13 16 19 22 26 فکر میکنم سایز شونه هاشه. یه بروز داره واسه تمیز کردن، بذارید من یه بروز داره برای تمیز کردن و همینجور یه روغن داره واسه روغن کاری دستگاه. اینا رو من میذارم اینور. دیگه چی توش هست؟ خب این خود دستگاه است. بذارید اول اینو نشون بدم. دفترچه هاشن که هیچ، یه دونه قیچی داره که این قیچی رو میبینید روش وال هک شده. خب بریم سراغ خود دستگاه. اولا که دستگاه توی دو شاخش فیوز داره، میبینید یه دونه فیوز داره، پشتش هم نوشته که فیوز داره، به خاطر همین خیلی خوبه.
و این 3 شاخه هم میگن که خب سفارش آمریکاست. باز کنیم خود دستگاه رو. خب بدن یه دستگاه از جنس پلاستیکه. وزن دستگاه هم تقریبا توی دست میشه گفت یه مقدار سنگینه. دلیلش هم به خاطر موتوریه که داره، موتور الکترومغناطیسی یا مگنتی. به خاطر این میگن این دستگاه سنگینه. یه دونه هم محافظ داره روی تیغش که میتونید اینجا این محافظ جدا میشه و میره جا. جنس تیغش استیل ضد زنگه و با کربن بالاست که قابلیت خود تیز شونده هم داره طبق چیزایی که تو خود سایت وال نوشته. این هم پیچ تنظیم کردن صفر کردن تیغه است و اهرمیه که تیغه رو کم و زیاد میکنه. این هم دکمه روشن خاموش کردن دستگاه است که خیلی هم حس قوی بودن و محکم بودن رو میده. یه دونه آف و آن هم اینجا روش هک شده. خب روشن کنیم دستگاه رو. به خاطر اینکه این دو شاخه این شکلیه شما نیاز به یه آداپتور دارید. مثل این باید حتما از یه آداپتور استفاده کنید برای این دستگاه. الان میخوایم دستگاه رو روشن کنیم. زدیم به برق. الان آماده روشن کردن. با کلید روشن و خاموش دستگاه رو روشن میکنیم که این هم صدایی که از دستگاه میاد. نوشته های پشتش هم به صورت لیزریه. من رو دست خودم هم میخوام تست کنم ببینم چطور کلا صفر زنیش. قشنگ میتونید این صفر زنیش رو احساس کنید که خیلی خوبه. خدایی این اهرم تیغه است که بین 1 میل تا 2 میل کم و زیاد میشه برای بالا پایین کردن تیغه است. چون که میبینید این تیغه داره بالا و پایین میشه.